من گلجهان کمالزاده، ساکن شهر دوشنبه. من فقط یک فرزند دارم. اگر به فکر من اگر من نباشم، فرزندی من آذری دانشجو از کورس یکم میخونه در یکی از شهرهای روسیه. با فکر من خار و زار میشد به من. هرچی که با زندگی من رخ میدهد، این به فکر من این خواسته پروردگار است. به فکر من وزیر بودن خیلی مشکل است. اگه جهتی شوق‌آور به فکرم نداره. اون در دوام نمیکند. این جوانان امروز برای آنها بسیار چیزا مهیا شدن و یا به فکر من تشویش هم ندارن. تنهایی دیگر میکنن. برای اینکه خداوند برای ما یک بار زندگی را آفریده و در این یک باری حیات بودن باید طور گذراندن در کار است که به اطرافیان فقط برای اینکه من در بسیار جایها کار کردم و میدونم حقیقت رو بیاد یگان جا حقیقت نیست. نمیدونم.